یک بار دیگه گفتم گوشرست میکنم برادرای عزیز، بخشیده به روز ایدی فوتبال فردا روز 24 هنرمندا از خود ایران میان. اینا ببینین که هم بلاگران هم هنرمندان، اینا چندین تا تماشابین دارن، چندین میلیون تماشابین دارن، میاین یک فوتبال دوستانه میشه بین هنرمندای تاجیکستان و بین هنرمندان ایران. ان فرزبانو بخشیده به این فوتبال، یعنی که دوستی ما زیاده شود، رفت آمد زیاده شود، مهر و محبت زیاده شود. برای همین این برادر منو با گوش میکنیم. روز 25 ماه می مطابق با 4 خرداد ماه توسط آقای رستم امامعلی رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان در سازمان ملل به عنوان روز جهانی فوتبال شناخته شده. به همین مناسبت ما دعوت شدیم که تیم ستارگان هنر ایران در مقابل تیم ستارگان هنر تاجیکستان در این روز که جشن‌های بسیار زیاد فوتبالی در همه دنیا برگزار میشه، یه مسابقه دوستانه و نوادین رو برگزار بکنیم و در حقیقت یک باب فرهنگی جدیدی رو با هنرمندان تاجیکستان شروع کنیم. هنرمندای بسیار خوبی در کنار ما هستن در این سفر و امیدوارم که اخبار اونجا شما را هیجان زده بکنه. ممنونم از شرکت نادیا پرواز، دوستان عزیزم آقای بهداد قنبرنژاد و علی حسین زاده عزیز که باعث و بانی این سفر شدن، از شرکت محترم بازلی آقای مسعود بیگدلی که همیشه همراه ستارگان هنر ایران در همه جا بوده، شرکت ورزشی تاکتیک که با پوشاکش همیشه ما رو همراهی کرده و همه کسایی که کمک کردن تا این سفر و سفرهای قبلی و بعدی ما شکل بگیره. مطمئنا ما از این سفر برگردیم اخبار بسیار خوبی براتون داریم در رابطه با اتفاقات جدیدی که در باشگاه ستارگان هنر ایران در سطح بین‌الملل داره برگزار میشه. هادی حجازی فر، محمد حسین مهدویان، بهرنگ علوی، سید علی صالحی، سید جواد هاشمی، نیما شاهرخ شاهی، سعید ترابی، ایمان صفا و یه سری دیگه از هنرمندان در این سفر کنار ما هستن و خیلی ناراحت و غمگینم از اینکه نمیشد که همه بچه‌ها رو با خودمون ببریم. جای امید صدری، نوید صدری، حسین شمسایی و بسیاری از بچه‌های هنرمند در این سفر خالیه، اما میدونن که داستان چه. بلافاصله برمیگردیم اتفاق جدیدی رو که براتون ممکنه خیلی خوشحال کننده و جذاب باشه شروع میکنیم و امیدوارم دست پر از این سفر برگردیم، نه از نظر نتیجه، از نظر اون اتفاق فرهنگی هنری ورزشی که میخوایم بین دو کشور هنرمندشون شکل بگیریم. قربونتون، منتظر اخبار جدید ما باشید. انا برادرای عزیز، در کاخ اولیمپ میشه، اولیمپ نه کاخ اولیم گفتنی هست، با کاخ اولیمپی گفتنی هست. این کاخ اولیمپ پیداره تمام، اولیمپی نیو اولیمپ. مقصد این طرف رو پروی جزیره، اگر این راه جزیره خطی برای موز راه رو وایرون کردن اونجا راه نیست. این تمام بدرون ورزشگاه مرکزی ما میگذرونیم، بدرون هم چخیلی که هر روز میریم استادیوم، یعنی که ورزشگاه میریم بدرون هم گذاشتن در راست میریم کاخ اولیمپ، همونجا میدویم. البته که خوب میشه و خاطرمون میشه و یک جای باشیم با خوبه. همه سرجم یک بازی دوستانه رو هم تماشا میکنیم، ما هم چون بازیگر در اونجا اشتراک میکنیم، با هنرمندا هستن یک جای، یک فوتبال دوستانه بین ایران و بین تاجیکستان و نگفتنمون که بین هنرمندا. خدا نگهبان همه شما.